خیلی خوشمزه است. یه طعم ترشی داره که اون ترشیه رو بستنی وانیلیه خنثی میکنه، مثل پلو خورشت میمونه در واقع. اینا رو با هم دیگه باید بخوری و خیلی باحاله. بیهودگی است. زندگی سراسر بیهودگی است. آدمی از تمام زحماتی که در زیر آسمان میکشد چه نفعی عایدش میشود؟ نسل‌ها یکی پس از دیگری میآیند و میروند، ولی دنیا همچنان باقی است. آفتاب طلوع میکند و غروب میکند و باز با شتاب به جایی باز میگردد که باید از آن طلوع کند. باد میوزد از جنوب، از شمال دور میزند، میوزد و باز به جای اول باز میگردد. آب رودخانه ها به دریاها میریزند، اما دریا هرگز پر نمیشود. آبها دوباره به رودخانه ها بر میگردند و باز روانه دریا میشوند. همه چیز خسته کننده، آنقدر خسته کننده است که از وصف آن عاجز هستیم. نه چشم از دیدن سیر می شود و نه گوش از شنیدن. آنچه بوده باز هم خواهد بود، آنچه شده باز هم خواهد شد. زیر آسمان هیچ چیز تازه‌ای وجود ندارد. آیا چیزی هست که درباره‌اش بتوان گفت این تازه است؟ همه چیز پیش از ما از گذشته‌های دور وجود داشته. یادی از گذشتگان نیست، آیندگان نیز از ما یاد نخواهند کرد. سلام، چطوری؟ چند روز پیش بود یکی از عزیزانم به هم زنگ زد و به هم گفتش که از همه چیز خسته شده و اصلا دلش نمیخواد از خونه بره بیرون و دلش نمیخواد هیچ کاری انجام بده و هیچ انگیزه‌ای واسه زندگی نداره. همون موقع یاد این قسمت از کتاب مقدس افتادم و به این فکر افتادم که آدم چه کار میتونه بکنه که یه ذره زندگیشو بتونه شیرین تر کنه. واقعیت اینه که همه چی روزمرگیه. یعنی اگه بخوای اینجوری بهش فکر کنی، به قضیه فکر کنی، اینجوریه که هر روز از خواب بلند میشی، یه سری روتین خاص داری، هر کسی برای خودش، و اون روتین رو انجام میدی. یه سری غذاهای خاص داری که درست میکنی، این قسمت رو یادت باشه. و اینکه بچه‌ها رو میبری میاری، یا اینکه میری مدرسه میای، میری دانشگاه میای، و حتی هیجانایی که آخر هفته ها به زندگیت میدی اونا هم تکراری میشن، مگه نه؟ و فکر کردم که خب ما چه کار کنیم که هیجان بیشتری به زندگیمون بدیم. گفتم هر روز یه کار جدید بکنیم، مثلا غذاهای جدید درست کنیم. و اگر تو هم به اینجا رسیدی که زندگی دچار روزمرگی داره میشه و هیجانی نداری، تشویقت میکنم که چیزای جدید درست کنی. امیدوارم که تا حالا پای درست نکرده باشی، چون ما اینجا یه عالم پای میخوایم یاد بدیم. نه، شوخی میکنم. قراره که این پای، چند تا پای قراره بهتون یاد بدم، ولی همش میخوام غذاهای هیجان انگیز، آسون و غذاهایی که درست نمیکنی. یعنی قطعاً قیمه قرمه، خورش کرفس، فسنجون رو اینجا نخواهیم داشت. چیزای جدید رو یادتون میدم و معرفی میکنم. امروز در خدمت دوست و برادر عزیزم کنت دراکولا هستیم و دستیار خورد کنم رو نیاوردم و کنت آوردم به عنوان یک کارشناس محترم برنامه، که البته فقط خون میخوریم فقط، نه؟ نمیدونم چی داره میگه، نمیفهم. شاید سوال واسط مطرح شده که من چرا امروز شیک کردم. این سوال منم هست، شاید باور نشه. واقعا سوال منم هست، خودم نمیدونم دلیلش چیه، نمیدونم تو درباره کنتم، نمیدونم واقعا چرا که یه همچین لباسی واسهتون ارائه دادم که زیاد مناسب آشپزی نیست. حتی کلاه آشپزی رو نذاشتم واسهتون. بریم سراغ آشپزی. قانون این آشپزخونه، که البته آشپزخونه نیست، این سالنمونه، قانون این کانال اینه که ما به آسان ترین شکل چیزا رو درست میکنیم. یعنی چی؟ یعنی از خمیر آماده تارت استفاده میکنیم. این خمیر هزارلان نیست، این خمیر تارته. خب و این که شاید دلت بخواد کار سخت بکنی، نمیدونم اینجا چی کار داری. دلت کار سخت میخوای، به نظر من اینجا جایی نداری، چون اینجا جای آدماییه که دلشون میخواد کارا رو آسون انجام بدن. ولی خیلی خوش اومدی نرو. و اینکه اگه دلت بخواد من واسط دستور خمیر تارت رو
توی کپشن می نویسم. قبل از اینکه سوال کنید لطفاً کپشن. من چند جور بری آوردم اینجا، ولی خب میدونم بچه‌هایی که تو ایرانن ممکنه که دسترسی به همه بریا نداشته باشن. اصلا اشکالی نداره، هر جور بری که داری میتونه خوب باشه. و ای کاش من اینجا الان تمشک داشتم، چون تمشک‌های ایران بی‌نظیرن، شاتوت‌های ایران بی‌نظیرن و اصلا مهم نیست. و این رزبریا که الان داریم میبینین خیلی بدمزه است، افتضاحه، یعنی اصلا هیچ تعریفی نداره. یه ذره پوست لیمو ترش میخوام که یه ذره طعم بهش بده. میدونی چی میگم؟ یه ذره این کار رو خیلی مراقب دستت باشه وقتی داری این کار رو میکنی. باشه، من تا چند بار دستمو با رنده کردم، چون اسمش فکر کنم بریدن نمیشه، میشه رنده. نه یه ذره اگه بیشتر فکر کنم این کار رو انجام بدم دیگه تلخ میشه ها. یه ذره آب لیمو ترش میخوایم، کلش زیاده، نصفش بسه دیگه، ما کاری با لیمو ترش نداریم. بذارمش این و نشاسته ذرت، اینم شکر، قشنگ همش بزنم. خب من راستش فرق نشاسته ذرت و آرد ذرت رو متوجه نشدم که فرقش چیه، که این آرد این نشاسته است و اینجا من نشاسته ذرت پیدا نکردم. تو دستورش نوشته نشاسته ذرت، ولی این واقعا آرد ذرت بود، یعنی نشاسته ذرت نداشتم. حالا اگه تو دسترسی داری نشاسته ذرت بریز، فکر می‌کنم شاید بهتر باشه. یه ذره هم کره بریزیم، نظرته؟ بریزیم دیگه، میدونی که من عاشق کرم، خیلی کره دوست دارم، اصلا عجیب غریب کره دوست دارم. فکر کنم دیگه بسته دیگه، فکر کنم دیگه. یه کوچولو نمک هم بزن. خب نمیدونم دلیلش چیه، اگه واقعا فکر می‌کنی من میدونم دلیلش چیه اشتباه فکر می‌کنی، نمیدونم. یه ذره اگر این کند صحبت نکنه من راحت ترم. خیلی حرف میزنی. اینو بزنیم کنار، بریم خمیر بازی. تاشو با کره چیز کنی برشته تر و بهتر میشه. اوه راستی یادم رفت بگم، فر رو روشن کردی یا نه؟ اگه روشن نکردی یادت باشه که قبل از اینکه اصلا هر کاری بکنی باید فر روشن کنی. یه تیکه دیگه اینجا بسله کنیم، هرشو سوراخ میکنیم که نترکه. اوکی یه ذره خمیر بده. نخوری یا قشنگ دارم اون کاری رو میکنم که بچه بودم دلم میخواست مامانم اجازه بده بکنم و هیچ وقت اجازه نمیداد. الان دقیقا دارم همون کارو میکنم، گم میزنم به همه جا. خیلی هم حال میده راستشو بگم. ببین اونجوری نیستش که مثلا لازم باشه خیلی صاف و صوف درآد، خبری نیست، این خبران نیست. بریم چش دراریم براش. ببین چون که این هیولاه، خب هیچ نیازی نیستش که خیلی خوشگل باشه، بر همین هرچی کج و کوله تر باشه حتی میتونه بهتر باشه. یه دهن زشت من که به نظرم خوب شد. یه ذره با شیر خیسش میکنیم. از شانس امروز هیچ کس اینجا نمیاد، مهمون نداریم اصلا. خواهرم هم رژیم داره، از دیروز رژیم گرفته و میخواد لاغر کنه. خودم هم تقریبا رژیم دارم، بچه رژیم. الان نمیدونم کجایی، ولی کاش این نزدیک بودی واسط میفرستادم. یه ذره شکرم میریزیم روش، برشتش میکنه، میدونی؟ نه میوه هاش خیلی ترشه، بعد اصلا ترش میشه، بعد به خاطر همین پای خوبی نیست برای سرو کردن با چایی. بهتره که با یه اسکوپ بستنی خورده بشه. فکر کنم دیگه بسته دیگه. بریم بزنیمش تو فر. یادت باشه
غذا درست کردن واسه رقابت نیست، واسه خودنمایی نیست، واسه لذت بردنه، برای دور هم بودنه. سادش کن. نوش جونت.